تا سزایش نهد بر کنار ای بزد دست و بر قبضه ذوالفقار. آره دیگه خاری علی علیه السلام بارم داد دیگه حدیث کدام دی قمره همی ذوالفقار بردک دیگه. ای چو تیغی کن بر کشیده از غلاف ای سپهر زمین رسه سپهر زمین سینه درید و ناف. آره مگه علی علیه السلام دیس کدام شمشیر بردک دیگه زمین و آسمان دیگه مگه خود کم جمع کرد. ای بشورید و تا صدر چرخی برین بلرزید و تا گاوی ماهی زمین. آره مگه آسمان تا نزدیک ملائکه لرزش کرد دیگه زمین فقط تا نزدیک گاوی ماهی ره. ای به کف قبض را کرد و پس استوار چنان لنگری داد و شهر و یار. آره میگم ذوالفقار دادیس و گرفت دیگه چنانی لنگر را سرم زیر کاب دیگه که حد نداره. اوی کتابش نه کتاب پشتی ماهی شکاف زمین اوی نمودن که آهنگی بد خواهیدین. آره مقدس قهر علی علیه السلام هم داد دیگه در نظر تو یک فقط تا می پشت گاوی ماهی را دیگه زمین رو چیرنه. اوی به کف قبضه رو کرد و پس استوار چنان لنگری داد و شهر و یار. آره میگم می قبضه ذوالفقار دادیس خوب آماده گرفت دیگه سرم زیر کاب لنگر خنداخت. وی کتاب پشتی ماهی شکاف زمین آیه نمودان گه آهنگی بد خواهیدین. آره مگه موتر شمشیر ده دیگه فقط تا می پشت گاوی ماهی را دیگه زمین درک. اوی بیفشرد و از خشم بودندان بلد آشوده راست و مبر تنش از غضب. آره مگه فقط دم تایدن دوگ ده دیگه مویایشی فقط دم زیر این تبور شده. پر و بال و ورزید و اول چینان که در وقتی جستن و جبری زیان. آره مگه خود خورخمی باد واری دیگه ده سرمزی بر حب روز کرد. اوی وزن پسی قریزی جا بردمید که رنگ از روخی شیری گردون پرید. آره مگه خود خورخمی باز واری دیگه سرمزی روز کرد دیگه رنگ رویزی یهود پرید. بر افراخت و تیغ و عینان برکشاد اوی برنگ تو آتش برنگ تو باد. اوی در آمد به تنگی عدو ناگهان بعد انسان کی آید قضا سومان. آره مگه میره کم نزدیک از یهود اما دیگه مگه امرس خدا اما ما سونی علی. اوی بزانو بیستاد و بر پشتی زین آی به بالا شکسته و سری آسوتین. آره مگه دوزانو دیگه دم سری اسب زین شیشته دیگه آستین خب بالا کرد. وی علم کرد و چون شعله شمشیر را آی تپانت به خون زهرای شیر را. آره میگم ذوالفقار دیگه بالا کرد دیگه ذوالفقار من لپ میکرد. آی کشاده برو تابوتا کمر آی به بالا کمر بر کشیدن قدر. آره مگه دیگه می دامون خرام یک کمک بال کرد دیگه که می تای پای بنشنه. اوی که بگذشت و دستش به حکم ایلا آی دو دست سری کافری که نخواه. آره مگه علی دیگه معجزه داشتی هم دیست که بال کرد دو دیست از این مرحب بلند بود. آی شنیدم که بودن یهودی نزن آی به قامت دو دست از غزن فربالند. آره صاحب کتاب مگه ما شنیدم دیگه که از این پیش همین مرحب از علی دو دیست بلند بود. آی که بگذشت آی سیام معجز از وی نمودا شوکا ای سیام معجز از وی در آورده گشت
کی دستش به حب کی دستش زیبالایی و در گذشت. آره مگر میرسه این معجزه علی علیه السلام بود دیگه که دودیست و مرحب بلند بود. حال دودیست دیگه علی از مرحب بلنده. اوی چنان بر سری مرحبون دست و تیغ نمودی که از کو برخیزی میغ. آره مگه خب دیگه شمشیر خدا بلی سر زینی میخوام آماده گرفته دیگه. اوی در آن دم که میخواست و زرگا میدین اوی زنم تیغو بر تاریکی آن لعین. آره مگه دمو وقت که علی علیه السلام دیگه که میخواستم شمشیر رو پایین کنه دفرق از یهود. اینی دامد از درگاهی کبریا سیر و فیلو میکال و جبریل را. آره مگه دمو وقت دیگه از درگاه خدا هم رماد بچه سرافیل و میکائیل. اوی که امروز دارد غضب شری من آی ندارد زمین تا به ضربش بتن. آره گفتیم روز به شعر ما که علی دیگه بسیار غضب داره دیگه مگه زمین تابی دیست از این نداره. اوی بخری که دارد کنون به دریغ فرو داورد چون که بازو تیغ. آره مگه می رقم که قهر داره اگر می بازوی خود پایین بیره چی رقم موشه؟ اوی ببورد بکرداری چلی فرنگ آزی ترکی عدو تا به تنگ سمند. آره مگه اگر می فرق از یهود ده دیگه از یهود و اسب هم تر نده زمین میرسه. اوی وزن بگذرد زلفی قارش چوبر آیا شود در تن و سینه خاک و غرق. آره مگه از یهود و اسب ترش نه دیگه در زمین نی ذوالفقار غرق موشه. اوی چنان شلای تیغی و سرکشد که تا صفحه گاهی مایی رسد. آره مگه از ذوالفقار که از زمین هم رچ نه فقط تا پشت گاهی مایی رو میرسه. ای زیاس بیان برقی آتش فیشان این ماند دیگر از بنی جان نشان. آره مگه از حیبت ذوالفقار علی دیگه بنی جین دیگه نمونه. اوی همه دم شما سپری برین رسانید و خود را بر روی زمین. بله مگه این دمی لحظه دیگه شما از آسمان در زمین باین دیگه چی کار کن؟ و یکی زری تیغش دیهید شاه و پور ای کنید از برای بنی جان سپور. آره یک شم دیگه پرهای روار کن در دم شمشیر دیگه از برای جین دیگه شما سپر شید. او یکی گیردش دست و بازو یکی مدانی دوی نظر بورندکی. آره یک دیگه شما دیگه همی بازوی علی علیه السلام را تکیه کن دیگه این ضرب شما اندک نشما.